سلام و درود به خدمت شما بیننده‌های عزیز کانال زیبایی‌های افغانستان. خوشحالم که یک روز دیگر الله پاک ما توفیق داد که به خدمت شما باشیم. دوستای خوب نازنین، آمدیم به ولسوالی کروخ به یک قشلاق به نام میرزا نوره. بسیار یک جای تاریخی، جای دیدنی، جای سرسبز داخل از این قشلاق. خب رسم و رواج، عنعنات، کاروبار مردم رو به تصویر میکشیم. از شما خواهشمندیم که تا آخر برنامه همراه ما باشیم. دوستا بسیار تشکری میکنیم از شما که همیشه کانال ما رو حمایت میکنیم. بیشتر کانال زیبایی‌های افغانستان حمایت کنیم، خیر ببینیم. بسیار تشکر از شما. بیاین که خود شما بریم داخل قشلاق بریم. بیننده‌های عزیز، بازم سلام دارم به خدمت شما. داخل قلعه قشلاق بگم میرزا نور هستیم. به خدمت شما هستیم امروز به این مکان در کنار کاکا. این که اینا یک سکیلک دارم که آینگری دارم. اسم هم خلیفه قلانقوست، آینگر دهنقار. خب که تمام قوم آینگری که ما داریم داخل و خارج. خب سلام از بشنوه. سلام هم بزنم و منبرت بزنم. سلام هم تقدیم به شما. خب چند سال میشه کسب آینگری دارین کاکا؟ کسب آینگری 86 سال سند منه. نام خود 86 سال. خب به قول 20 سال هیچی بگی دیگه می کسب آینگری منه. 66 سال میشه. بله همین کسب آینگری منه. خب همین به گشتگردیم ساعت شما تیره که همین تو نام خدا وجود شما سالم و تکره بماندیم. درسته؟ زن خوب با خانه داری، چی موی سرخ و سفید با سینه داری، زن گنده یک دیگه کام داری. آره او رنج دیگه، اگر زن گنده بی رنج، اگر زن خوب بی رنج نیه. خب کاکا چی تیار میکنیم به کسب آینگری؟ کسب آینگری خود توقات، خب منگال، کارد، ساتول، تیز گورنی. خب برادر همی کسبی که با آهن منا موجودات ہے. پس بکس اینا رو میفهمیم دیگه. نه کار شما نه. کار مانه بره. بیل هم تیار میکنه؟ بیل هم تیار میکنه، چاک هم تیار میکنه، خب خر نال میکنه، مات نال میکنه. خب از صبح کاکا بساط تنها کردیم. انا میره که فقط انا بوستادم بیان خداجی برادرها اول پرسی کردم اینا گفتن تاکو که بخیر کاروکای دارن تیار کنی. گفتم چی شو؟ خب اون بیاوردم دگانی چند توقع چاوردم. میارم بله میارم. اون 3-4 تا توقع چاوردم. خب میارم. بساط خود تاک کنین که باز ما از خود برادرها صحبتایی داریم، باز میایم از کار شما یک تصویری میگیریم. خاله اگه چای میخورین که اینجا برای شما بیارم. شما با ما میمونه، شما با ما چای بدیم. آفرین. ما و شما هر دو نفر میمونیم. چایا به جام لالا. درسته؟ استاده شیم شما. خب دوستای نازنین، داخل همین منطقه هستیم. بسیار جای سرسبز، کوبست، همینطور جا برابریه. امروز شما انشاءالله از این مکان لذت میبریم. همراه ما باشیم، خدمت شما هستیم. شما هم بساط خورتک کنیم. خب لالا شما مونده نباشید. زنده باشین. دوباره اول خوبه؟ شکر، شما خوبه؟ سلامت باشید. اسم خود با ما بگید. خیلی رحمت. خب از امی منطقه ایم. بله. چی کاروبار داریم؟ هیچ کار وظیفه نداریم، روستاشون بیکاره اینجا شیشته. چرا؟ کار غریبی نیه اینجا. این ملکا سرسبز، باغا، زمینا اینا از کی نه؟ باغا که هم از بیهی خوش شده. یک نفر که میگه چا داره لالا میگه چا هست، یک پل سبست داره دیگه چی نداره. خب شما زمین ندارید؟ زمین داریم که زمین بی او چی کار کنه؟
آخه می رود که فعلا او داره. رود هم او نداره خوش شده به چانس بعد ما خب مگالا ایتیامم مزنه شما چند جریب زمین داریم؟ 4-5 جریبی داره باغ هم داریم. نه باغ از باغان که خوش شده ابیهی هیچ چینی برار اینجا بیاییم کلالا مالداری داریم؟ بله مالداری داره چند تا گوسفند داریم؟ 20 داره 20 تا. بله. گزار زندگی میشه؟ ها خدایا شکر الهی شکر. تشکر از شما. زنده باشین خیلی سلامت باش. بیننده‌های عزیز آمدیم به سر زمینای کشاورزی در کنار حاجی کاکاییم که اینا مصروف هم سعی کنیم اینا دوا چی هست که لوبیا فکر کنیم اینا کشته. خب اول کمانده نباشیم کاکا. زنده باشی. اول شما خوبه؟ شکر. یک معرفی اگه داشته باشیم نام شریف. نه ما تنها چی. اسم شما چیه کاکا؟ عبدالعزیز. خب بسیار خوب. اینا دوای کاکا. بله. خب برای چی پاش میدیم این دوار؟ اینا دو شل. دوا شل که لوبیا شل نزنه. شل نزنه. چند وقت دیگه اینا به دست میایه؟ یاریم از ما کشت اول نمیفهم. تا حال لوبیا کش نکردیم؟ نکردیم نه. چند جریب زمین داریم شما اینجا؟ 3-4 تایی داریم. 3-4 جریب. بله. مالداری هم داریم؟ نه. خب چند سال هستیم کاکا؟ 70-80 است. 70-80. بله. خب خوبه دیگه 70-80 سال نام خدا سن داریم. بازم به سر زمینا خدا اولادا کمک میکنیم. ها کمک میکنیم. بل رنور داشتیم تا حال بل زنیم. از صبح تاشون بل نکرد. خرمن چی؟ خرمن هم لط کردین کاکا؟ آخر من. خب کاکا چند ساله بودیم شما که شما پدر شما نامزاد دار کردن؟ تو نمیفهمم. پیشکش شما بیاد شما نیه؟ هیچی بیاد من. نون عروسی هم بیاد شما نیه؟ نه. شوربا بده اشکنه؟ هیچی نمیفهمم. پس شما شاید نفهمین که دیشب چی خوردیم. نه. تیار باشین کاکا ما این خود شما کمک کنم. زنده باشیم. اینا با چیه؟ اینا ما گل مگی. گل یعنی چی؟ گل هفته و گردش مگی. آه. تو ما دیکونا داریم. گل هفته و گردش. بله. خب اینا خود دیگه جا که بو شده ما هم بچینم از شما چی رقم کنی سز نکرده گلایو؟ نه دیگه تو جلوی دنبال کشته شده مثل. اینا تیرمه‌ای میشه. بله هاتلی. بسیار خوب خوشحال شدین کاکا اگه شب خود ما نمیریم خوشحال میشیم. زنده باشیم. خیر بینیم. تشکر. دوستای خوب نازنین بازم به ادامه برنامه خوش آمدیم. ما دم یک دروازگاه که بسیار قدیمی هستیم که فکر کنم می خونه از کاکایه. از اینا نال پرسان میکنیم که سعی کنیم این خونه یا همین دروازه چوبی قدیمی چند سال قدامت داره. کاکا اول مونده نباشین. سلامت باشید. اول شما خوبه؟ سلامت باشید. اسم خود با ما بگین. اسمم زبی الله. خب بومی همین منطقه این؟ بله. خب کاکا جان از این خونه بگیم 3-4 دونه دالون داره و بالاخره دروازه‌گاه چوبی خونه خود شما نه؟ بله. خب چند سال تاریخ داره کاکا؟ این تقریبا از سنه 57. 57. بله. پس چیزی نیه تاریخ از نه. تقریبا 40 چند سال میشه. بله. خب همین خونه میشینیم خود بله. شما. بله. خب بسیار خوب. ملک چیزی هم داریم؟ بله. چند جریب زمین داریم؟ تقریبا 1.5 جریب 2 جریب زمین دارم. خب کاکا اینجا بیشتر چی کشت میشه؟ اینجا بیشتری و گندم کشت میشه. گندم. بله. خب گندما شرک و خرمنا فعلا لط شده حتی آردای هم خورده شده ختم شده. خرمنا شما هنوز دست نخورده؟ نه خرمانه و مردم هم فهمیدیم اگر 1.5 مونده باشه
کسی دسترس نداشته باشه که نرسیده باشه اگه یکی نمیمونده باشه دیگر حمله است. خاطر ما به جلو خمال بدید ما اونم معلوم میشه. خود چرا اینا طالب مونده؟ واسه اینجا باد زیاده فهمیدین با مردم احتیاج با کار دارین فهمیدین با وقتی که باد باشه اگر لد میکنه کار باد میبره. خب خرمن بی باده باشه کلات کنیم اما کار مکمل بم سر جوخ میمونه باز میتونه که صبح امروز خرمان لد کنیم صبح میتونه کوخو بیاریم با خونه برد. خب خرمن به چی لد میکنیم؟ با بخور. خب چند سال میشه که به گو لد نکردین خرمن؟ یاره او تو تاریخ بکنید شاید که از 15 سال بالا باشه. به شما کدو بیتر بود؟ با ما دیگه فرق نمیکنه باز بخور کاری هست که یک دفعگی فهمیدین خرمان لد میشه کودونی ورزشی میشه باز که بگو بود فهمیدین مصرف زیادی بگو نداشتیم. خب حسیر کمی شدین دیگه؟ حسیر مثلا یک نفر وظیفه بود که باید که خرمان خود لد کنه. یک نفر کمیش چپر ایام گیردو ری میکنه. بله. یک نفر هم مجبور پخل عوض کنه. دو نفر. بله. فکر کنیم 5 ریب زمین گندم داشتیم شما. بله. 5 ریب زمین به گو به چند روز لد میکردیم؟ تقریبا 15 روز. خدا خیر بده شما. به ترکتور به چند لد میکنیم؟ به ترکتور به 100 یکی نمیشه. به 100. همین گندم یا کای کدومک به کدومک بیتر میآیه؟ به حسی گوسفند کای بخور بیتره. کای ترکتور بله. به حسی گو دیگه مالا و حیوانات فهمیدین کای چپری بیتره. خب کاکا جو گزارش زندگی میشه؟ بله. رسم رواج پیشکشا به این منطقه چنده جوانان که نامزاد دار میکنه؟ جوانان که نامزاد دار کنیم به تقریبا به 7-8 سال پیش فهمیدین به 6 لک به 7 لک برو خود برو که خیشی کردی به 7 لک بود. خب خود قریبه خیشی کردی 7.5 لک روپیه بود 8 لک روپیه حالا برسیدی به ما پی تقریبا به 4 لک به 4.5 لک رسیده. پیشکش خود شما چنده بود 100 سال پیش؟ 100 سال پیش نبود دیگه. چند سال پیش؟ تقریبا 45 سال 40 سال. کوینا میگم 120 سال سن کاکایه؟ نه چند ساله؟ من 63 سال سن. 63 با شما 50 سال اشتباه گفتید. دیگه از بس صحیح بگین. خب لالا. آقا دیگه شما میگین 120 تا. اینا پیش خود میگن 120. سن خوشم باز که برنامه می کارام شما هستین فهمیدین فرق سن به 120 باشه شما کو شو که مردم شهر نه کاکا 86 سال کجا بدم؟ همه لالای کاینگری داشتم. 86 سال عمر نابودگری شناسیا نشد سفید نشده بود. خب باز او کاری هست که فهمیدین او ذاتاً همونطور میراثتونه. خیر ببینم چی میفهمن که شما میراث میه؟ خب کاکا فکر کنیم از اون برای یک عروسی میآیه. از شما خواهش کردن که یک روایی بگید. نی روایی نی خوندن فضل خدا امپیر به بالا صفر. خداحافظ شما. چهارشنبه میمون مباشه. خیر ببینیم کاکا. چه کار میکنی؟ گوسفند خود میزنی به کل ماما. بیا تو خلیفه چپون. بیا چپون. بیا. آفرین کلاه سیکو فقط جیلی. حالا مونده نباشه. اول شما خوبه؟ بله. به خیالم که نه صبحانه خوردیم چاشتم که نشده دوره لط هم بخوردیم درسته؟ نه کس نبود بخونه که من لط کنم. خود چلی تو ضعیف کب میزنیم؟ چای نخوردیم؟ نه چای نخوردم. سر پلیس بودیم ولی شدیم ولی من که برم چای خونه. خب به سر پلیس که بودیم این دونه خربزه کو بخوردیم؟ این دونه نشده تاره. نشده؟ اشتن به تر اما کوتاه خربزه بوده که این دونه اینجا با نشده. نه وقتی بوده اینا کمری بوده. خب اینا با چند وقت بعد به دست میآیه؟ اینا دیگه شاید 10 روز بس به دست. 10 روز بعد. چند جریب زمین پالیس کشتیم؟ 2 جریب میشه. خب 2 جریب زمین پالیس کشتیم. اگه خدا بده می 2 جریب زمین چند خروار خربزه و این دونه داره؟ یعنی امسال که چی نداره. آخه امسال که حساب بارندگی هم که خوب شد. امسال می اکا هم پاک بزده. اکا با شما کار داره؟ بله. خب شما هم برین خبر قالکر بیاریم. من ناچار می خبر قالکر میاریم. خبر قالکر بیاریم که دیگه اکا خود شما زد نکنه خربزه شما نخوره. ولی دیگه مجبوریم دیگه خبر قالکر بیاریم. نمیشه ایتا میگرفتم همه چیا کورتیا یا چیزا به سر چوبا مثل چیز تیار میکردن که اکا پیش نه. اون آدم کورتیا رو برده بالا نو سر نوبر کرده جلوتر میریم پای مو کورتیر میزنه. بابا ایلا
راست میگه. خب اینا رو میفروشیم کاکا نه. یا نه نفروشیم، کودک هم میره خوره. خب در نیه که کودک دیگه بفروشیم. به فروشی نمیشه؟ نه. شما میتونید بعد باز بین خوبه اوتا باشه. خوبه انشالله کشتا باغا خدا را شکر. رضی هستی. خدا روزی نباشه دست می‌تونی. خدا را شکر. خب نمیشه چهار بیتی با ما بخونم؟ از نیت گپ نی. اگه شما رو بشونم هم قبل غوری لقمه زده تو غوری چتا کن. یاری آفرین. خوشحال شدیم. خیر بید. دوستای خوب بازم به ادامه برنامه خوش آمدیم به کنار دوستا که اینجا نام خدا یک رمی گوسپند چهری های برابر فکر کنون که یک جوجه گنجی اینجا هی معامله میکردین درسته؟ نه معامله نمیکنه، گوسفندا به او آماده. بیاردین که اینجا او بدین بله. او خورا برای می گوسپندایه. بله برای می گوسفندا جور کردیم که گوسفندا او بخوره، به دشت او نیه، به رود او نیه. آخه می رود کامل او دیش؟ رود اونجا ذخیریه، باز به اونجا گوسفندا نمیرسه. این منطقه شما او نیه؟ بله منطقه ما او نیه. خب گوسپندا هم شما نه؟ بله. الهی شکر. چند گوسپند قیمت تا به چند داریم؟ تا از اینا گوسفند داریم که به 10,000 به 12,000 تا 20,000 هم هست قوچ ما. نام خدا. کدو گوسپند به 20,000؟ به کدو بالا؟ آها همین که معلوم میشه. بله. 20,000 نام خدا. یعنی میخرم به 20,000. بله میخرم. خود چرا نمیفروشین؟ نیاز داریم دیگه، اگه باز زور بفروشیم باز میشه جوجه نمیکنه. آها بفهمیدم. خب صحیحه. ملک هم داریم؟ خیلی کم. چند جریب زمین داره؟ تقریبا 4 جریب زمین داره. خب 4 جریب زمین هم مثال فکر کنیم که ماما شما میخرم. بله. جریبی چنده؟ جریبی 2 لک. 2 لک. بله. حالا فعلا که هیچی او نداره دیگه. دونگ 30,000 پیه؟ بله. خب زمین حالا یک قوطه کبریت نمیدم برای شما به 30,000. خب این تا کاری هست ملک دی مجال از بالتر. از این بالتر نیه او زمین نداره. اوی نداره. انمی اویه فعلا او هم نیه. این گندم کشته بیده درسته؟ بله. خب بعد از گندم ما این چی بکاریم اگه او باشه؟ اگه گندم بعد از گندم او بودی ایریم ماش مکشتیم، کنجد مکشتیم، پالز مکشتیم و نیتی چیزی. راست میگه. منطقه شما اشتنه از حساب آب و هوایی و به زمستون خنک گرمه. خوبه. بیخ خوبه، هوای مختدلیه. خب به تموز هم به خوبه؟ تموز هم سرده. بله. کولر دیگه شاید نماسته باشه. نه ما کولر نداره. خب چه ضرب به منطقه شما نفوس زندگی میکنه؟ تقریبا 200 نفر میشه. بیشتر هم میشه. 100 نفر کامل به 4 برمانیم شما. گوش بگیریم. کل امی قریه تقریبا به 700 نفر تعداد نفوسین های. نام خدا خوبه ها میگم میشه. خب کاکا شما مستفید همی غله این همی شرق غرب غله خور معرفی کنیم که همسایا شما کدو غله که قریه اعتراف کن کدام خیر ببینیم. با غرب مو مزغنده که مجغنده. بله. به شرق جنوب شرق مو قریه قلعه سرخیه. غله سرخه. بله. به شمال مو قلعه سفید و قلعه دشته که پشت زیب سر زیب تپه فهمیدیم ما این گادید نداره. خب افتو خب این شرق جنوب شرق نگفتم دیگه. جنوب بگفتیم؟ جنوب شرق گفتم. جنوب شرق. بعد 4 جهت معرفی کنیم. 4 جهت. شما 3 جهت. نه گفتم شرق. خود دو تار خودی هم نگیم دیگه. غرب دو تا که پس نگم. غرب ما مزغنده که سر چیه؟ خب به شرق ما چرا عجیب ما شما گپک میزنیم؟ گپک نمیزنم. نه این که جوی نیه ما با سعی کنیم مامای گلمه قد بالا ما به تعدیل شما شه سعی کنیم سعی کنیم شما یک چک به افتخار ماما بریم. کاکا بله قبله به کجای به هفته به شما میگیریم؟ از یک سر شروع کنیم یا دست چپ شروع کنیم یا دست راست؟
از قبل بریم یا به شمال یا بریم به جنوب؟ برنامه شما رو من میشه سعی میکنم فهمیدین آه. شما کار میکنین که فرق اثرناک شه نه اون گپ نه نیه ای مامان شما اثر میکنین؟ نه ما اثر نمیکنیم شما مردم شهر مگین که با شما مردم دیر برین کمی از اونو برنامه تیار کنیم اونا رو به اثر بندازین که نه فهمیدین این گپ ما نیه سعی کنین من نمیگم شما یک دقیقه چوب کنین قرب ما مسخنده که شما یک دقیقه چوب چشم. کنین شما یک دقیقه چوب کنین صبر کنین کاکا بله گپ همه بیشتر تایید یا گپ از اینا یک سوال من شما میکنم اینا قبلر گفتم یا بعد در زنم به طرف شمال یا بعد در زنیم به طرف جنوب شما از قبله بیامدیم به افتو بله جنوب خیریه نبوده جنوب خب بگم روده خب رو به شما شمال هم سرک کروخه بله خب شما که پرسان کردین که شرق غرب قریه خود بگو گفتم این غربه این جنوب شرقه فهمیدین که گفتین قریه بگو شما اینا القلعه سرخه به طرف جنوب مانه شرق ما این طرفه فهمیدین این جنوب گفته نمیشه افتو این نه این جنوبه 5 دقیقه دیگه کاکا باشه دست خودت در میده باشه. خب خیره کاکا مار 100 شمار 0 صحیحه خوب است ما شما صد ماری چی خب صحیحه خب خوشحال شدیم چند سال منطقه شما قدامت داره تاریخ داره این تاریخ دیگه از ما کلونا کو قضا کرده فهمیدین بیادویری خود ما که مثلا 63 سال گفتم که سند منه شاید که 80 90 سالم بابا خود ما به حیات داشته فهمیدین تقریبا به 150 200 سال یک قریه 200 سال تاریخ داره بله تاریخ داره که 200 سال پیش بابا بزرگای ما که اینجا زندگی میکرده وقتی بوده که اینجا 4 خونه زندگی میکرده 4 فامیل سال برسیده تقریبا به 80 به 100 فامیل رسید راست میگی الهی شکر الهی شکر خوشحال شدیم کاکا دیدن شما زنده باشید. بخشش باشه در دقیقه دست شما بزا هم بشده نه شما بازم نشده پیار باشه همین جوانا کی یاد داره 4 بیتی بخونه برای اینا جایزه هم میدیم یک جایزه که ایت کیف میکنه هر کس بخونه یک شکلات میدم نه مهم دیگه شما باز اگه بس اگر جایزه بزرگ میده من شامد کاکا ما شامد آه قد بالا و دلم بیاین کی میخونه 4 بیتی خود میادم نه پس به افتخار ملالا یک چک چک نکنیم ما اگه 4 بیتی بتونستی بخوندی بدون گفتن شما میگفتم که بیایم شما ما به شما یک برنامه گردن و بند به شما جایزه میدیم من یاره ما میگم جایزه با ارزشیه دیگه نمیشه نمیتونیم که ما بخونیم کی بلده نه هیچ کس بلد نیه حالا نفرایی که 4 بیتی میخونه بیایم به افتخار لالا یک چک بیاین شیر مادر و چند شیر مادر یک ربعی میگه کی امیاده اینا ربعی میگه ربعی میگم کی ربعی کی میگه نه 4 بیتی عبدالجبار عبدالجبار کی نه ماما نه همین لالا بابا بخشیم لالا عبدالجبار جان بنینده ما از کشورها خارجم شاید قوما شما شاید کاکا شما دومات شما برار شما و ما کشور زندگی کنه انال شما رو که نمیبینم اونا کیف میکنم یک خاطر تازه میکنم میگم ما به زیر این دیوال خومه یک وقت استاده بودیم خاطر تازه میشه نکنه برادر ما رو میگیره انال شما هم یک 4 بیتی بخونیم آخز عشق سینه پرسوزو دارم ای عین خواب شب تا بیروزو دارم فاخی آخ که شب هار بگریم روز هار بخندم آخ که دشمنا نبی نو رنگ زردم فاخی آخ همیتا میرویم رای تو باشم آخ به زیر چادر سیای تو باشم باخی آخ همیتا میروی سرمه نداری آخ به جای سرمه بم چشمای تو باشم باخی آخ همیتا میرویم رای تو باشم آخ مکوش سیل پر بم پای تو باشم باخی شد ازیاد نبره آخر بینیم بازم چک چکی خب متعلم یا خوندار متعلم بله خدا کنه که شما رو ببینم یک چند تا جیروبم دنبال کلی شما بافتم که بگم بذار چادر دیگه نری بخیر باشیم
مونده نباشین. جور باشین لالا. اول خوبه؟ الحمدلله. سلامت باشین. خدا را. به خیالم شما مسعودی شما شد که لالا چهار بیتی خوندن گفتم نه ما نه بخونم. نه 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 ما بلد میام. بلد نی؟ نه. نون خورده چی؟ نون خورده دیگه خیلی نون نخورد. خب چند سال هستین؟ ما شاید 30 سال 32 سال هم. شاید 30 سال 32 سال. آه. چی کاروبار داره؟ هیچی بیکار. بیکاره. بله. خرج زندگی از کجا در میاد؟ خرج زندگی بالاخره خدا روزگار میشرخونه این چهار تا مال است خودم دیگه. گوسفندکا شما نه؟ صبرانه خودم. نام خدا برار دیگه شما کدوم مکان؟ شما محمد خان معروف خان خدا دلقدر. شما و از اینا براریم. بله. دیگه برای شما معروف جان. این لالا. بله. خب سه براریم. بله. اجاقه یاد دارم. نه. والده. بله آیا. خب مادرک شما خود کدومک شما نه؟ خدا هر سه تمام شراکت زندگی. خب شراکت یعنی شما خرج بر شما یکیه. شما مادر خود بیشتر ماییم و به قصینا هستیم یا دو برار؟ لالا کلام. چرا شما چیکار شده؟ خب بیشتر خوب پیش از اینا. نه من پیش کار ندارم. بیشتر رسیدگی میفهمین که مادر چی ذره ارزش خب داره. او کو بام خونه دیگه ما خرج مخارجی که خود ما نون اوی میخوریم اون چیزی که دکتری و لباس و کفش چیزی که حکم وظیفی مانه. خب اون خو ما میستنیم به خود زیادتر باز بچه کلام خود است. شما که فکر کنون خرج شما نمبر مادر شما میده. ها درسته؟ چیزی که میگه آیان آجا چی به بیان درسته؟ بله. رقم شما معلوم میشه. رقم چند سال برار گل ما درس خونده؟ ما 3 سال. 3 سال. به کل فاکولته خلاص کردیم برا. او خونده بود دیگه بعد دنبال مالداری و خب برفتیم به مکتب. بله. روز اول که درس بخونیم. بله. چرا به مکتب رفتیم؟ خب برفتیم به خاطر ازی که ما وظیفه حق پدر و مادر ما بود که ما مکتب و مسجد کنه که حق دینی که به گردن از اونا داره اونا گردن خو ادا کنه. او گردن نمیگم او دین نمیگم. چرا شما به مکتب رفتیم؟ ما برفتیم به خاطر ازی که یک کلمه درس سوات علم یاد گیریم. آفرین. حال پشیمون نین که مکتب یلا کنیم. 100%. خب اولادا ری میکنیم مکتب. بله بله. حتما کوشش کنیم. بیا عبدالله جان اینجا بیا. بریم چاشت خودمون نمیریم. نه چاشت ما میمون. چی داریم چاشت؟ چاشت خدا هست نون پیاز پینک واس. ما شهر بیامدیم برات پیاز. خب گفتنی دیگه حال. چاشت شماری روغن زرد. خود روغن زرد. روغن زردم هست. واه چی کیف داره. بیا عبدالله جان. خیر بینیم. اینا دست خود کاکا بده. خوبه کاکا جو؟ بگو ها. اول خوبه؟ بگو بله. اسم شما چیه؟ عبدالله. او خود برات میفهمه. نه خب گفته نمیدونم. میفهمه. خب پیار خود معرفی که خب بچه نمیتونه خود معرفی کنه. خوبه. کاکا چند براریم؟ میگه 20 تا. تیار باشیم برارم. خوشحال شدیم دیدن. سلامت باشیم خیر بینید. تشکر. ببخشید زمان. لالا مانده نباشین. جور باشین تیارا خوشحال هستین جان شما جوره. سلامت باشین زنده باشیم. اسم خود میشه بگین؟ اسم من دوست من نبیزاده. خب از این منطقه این؟ بلیو. چه کار میکنین کاکا؟ کارای بیکارگی لالو. پاک شما چه کار شده؟ پاک ما پرزه خورده. خب چند وقت میشه؟ یه دیگه 12 سال خوب بودم به زیر خونه پلاش شدم. بذار خونه پلاس شد. بلیو. اشته خونه پلاس سنگین بده که پا شما. دیگه با تو تیاره بزد اوار کد پرزه بخور لالا جان اگر کورنی کو سیکو این. راست میگی. خدا شفای بده برا. الهی آمین. چی کاروبار دارین؟ کاربار بیکاریه. چند نفر خرج خورین؟ 2 نفر خرج خورین. همه برادرایی که به کنار ما شیشته میگم شما خوب 4 بیتی ها میخونین. 4 بیتیات ندارم لالا. یکی شروع کنین. نمیتونم اگر بتونی گفتیم میگم. ما گم برادر اگر بتونستی شروع میکردم. خب شکم گوشنه 4 بیتی گفتم شه. گوشنگی روده دیگه مرغلم میکنی مگه بیا 4 بیتی بخون. زنده باشین خدای لطف کردیم خیر بینین زحمت تاج سرمانین زنده باشین. چاشت اگه خودمون نمیرین خوشحال میشیم. چاشت اگر شما بستکیم یک کیچری گوشت لنده میتونین شما رو بدین.
خوب صحیح خرج خود شما به بالی از این مردمه بابا میگه شما چی کردن؟ مرد یک نفر بستن و خود 100 نفر میخورم. آفرین تشکر از شما خوشحال شدیم زنده باشین خیر سلامت ببین. باشین خداحافظ شما. تشکر تشکر بیننده‌های عزیز بازم خوش آمادیم به سر یک کاری که فعلا خلیفه برنا خوده برادرها مصروفم انال پرسان کنی که اینا خونه شیشتنه یا دیگه خونه چیزیه مونده نباشیم اما برادرها مونده نباشیم خلیفه جان اشتنیم الحمدلله سعدمند هستیم زنده باشیم سلامت قربان باشیم شما سلامت باشیم اول که نام شریف خور بگیم سلیمان یعقوبی هستم از عبدالآباد کروخ خب ماما جو ببخشیم برادرم دیگه ما غم مکنی غم لالای که شما دلخ میکنیم بخشش باشه خب خواهش میکنم وظیفه منه باید دلخت باشه چند سال میشه کاکا که برنای در حدود 23 یا 24 سال میشه نام خدا برنای چی بلدیم بیشتره از برنای غیر گشکری دیگه کل کار بلدم از سیمان و کشی و سرامیک و سنگ پله و موزاییک و نام خدا مکتب جادی چی چهارراه امیریت خب آقا اسماعیلی که هسته خب پیرار او را مکار کردیم موزای کافی رو مکار کردیم پس کنده کار انشاءالله اگه زنده باشیم خب به شما بلوک به بله. شما سنگ به شما خشت به شما آجر فرق نمیکنه هیچ فرقی نمیکنه همه یکی کدوم راحت تره راحت‌تر که آجرکاری راحت‌تر به خاطر که سبک‌تره بلوک با سنگین تره کمی خب باید بلوک و کاکا کار شما پیش میره کار پیشرفت داره من تو سنگین تره دیگه خب گل راحت تریم یا به سمیت به سمید راحت‌تره خب بله. گل که زودتر اوار میشه نمیشه میشه که لمشتی داره دیگه با راست میگی کار پخته که هست سبک‌تر و لمشتی هم کمتر خب کاکا جو بله چندی حقوق شما نه حقوق ما بالا ای افغانستانه دیگه به افغانستان ارزش نداره نه کارگر ارزش داره نه برنا ارزش داره نه کار به کسی مساعد زمینی کار مساعد نه به کسی خود شما میبینید که شرایط بشه رقم 700 800 600 هر چه که دادم 500 کمتر هم کار کردین نه یعنی به 500 هم تا حالا کار نکردم به 500 کار نکردین نه 600 700 800 شکر خب پس برنا قابلیم کاکا بله. انال عزیز دو چیز بگین که اینا چی ساخته میشه این یک اتاق 4 بر 9 نام خدا این هم که هست تخت نه که تقریبا 1 متر از این دیوال ما جلو و انا میره پیک میخوره بقیه میمونه این بر یک گوشواری دیوال اینه یکم او طرف هم تخت سمت تقریبا جنوب خب این اتاق شما چرا 60 میگیریم پایار دیگه خود اینا او دستور خود اینا فرمایش دادن که بعد می 50 سنتی کارشه به 50 بله یک 30 یک 20 50 میشه خب اگه مثلا می 20 میچیندیم خو کو گادر مندازین درسته بله خب به 20 وقت باز بالا خونه میشه به زو خاطره راست میگم اول اگه خونه بالا بیای که همین 50 ماه اگر نباشه حالا ما به خود خونه تیار کردم که همین برادر بدیدم خودم کار کردم دیوارا به ستیر همه 30 سنتی بلوک کار کردم بیرونی ها 50 سنتی کار کردم راست بیشتر نیاز نیه دیگه هم سنگین میشه هم هزینه بیشتری میبره خب بسیار این اجاره کنیه نه این برادر ما اجاره کردم ما فعلا خود از اینا کار میکنه برادر دینی مانه خب کجا شده آمد اینجا بود خب برادر دینی خب پول هم میگیریم هرچه دست خود دراز کرد میگیریم نه کدام ارزش نداره پول که ارزش نداره کجا رفته پیر محمد شما اعمال بدم به جلو کامری ما جخ کردیم غخ کشیدیم بله که ما به 500 هم کار نمی کنیم یعنی به گوش از برار دینی خود زدیم نه به گوش از یعنی گفتم ازی کمتر ما کار نکردیم تو حالی اینو هر چه که چیزی بدم یا ندم سعی کنیم میگه به در میگون که دیوال بشنوه نه حقیقت میتونیه از ما از اینا نه دیگه کس هسته خب کار غریبه فرق میکنه به سنگ زیر هم کار کردیم شما بله خب کاکا بله خیلی تشکر از شما که وقت خود به اختیار ما گذاشتیم خواهش میکنم از خدای پاک شما توفیق بده که همیشه همیشه کار کنیم خدمت کنیم به این مردم خونه بسازیم ان شاء الله موفق باشیم شما موفق و مؤید باشید زنده باشید قربان شما
بینندای عزیز بازم دوباره آمدیم به کنار ماما که اول به ساعت خوربی آورده بودم بالاخره نال خنک کرده. کاکا غلام غوث، خلیفه غلام غوث. ولایت هرات ولسوالی کرو قریه دانگار بیامدم به کار به میزنو. خب بیامدم که توقاج منگال خب دبا منی همسایا کار نار اجرا کنیم. خب کاکا جو آدمی که ما برفتیم به داخل غله رفتیم. بله شما چند دونه توقاچ و منگال تست کردیم؟ به معنی مثل دونه بیامد تست کردم. دیگه هیچی نورد؟ کار نمود نه. خب 3 دونه چنده؟ دونه داری بگیر سی بگیر. دونه داری به کوکا کامل زغال مصرف. تا کار کنند دیگه همسایه داری دیگه مجبوریم مگر خود از مردم بسازیم. خب خود توقع چند قیمت داره؟ خود توقعات بگرد 50 روپیه 40 روپیه 30 روپیه الان قیمت نداره. خب کاکا شما کو از صبح تا به شام اینجا گایم درسته؟ بله. خیر ببینیم همین چاشت می برادرها همین جمعیتی که به این محله میشینم بله نون چاشت به شما میارم. این تو خودم اینو نباشم خودم اینو نباشم اعضای فامیل اینو همه مرد بگم و من چای نون ری کنه نه نیه یاری آفرین خیر ببینم همه تنه واقعیت داره راست میگه این برادرها مال هر کدوم جدا با ما میگم مگر اون چاشت بستیم خیر ببینیم مردم میمون نوازی هم اوگه پانی بدیم مردم اوگه پانی تو کنم تو صرفه دارم راست میگه میفهم صرفه دارم کاکا جو جان اگر مثال میگم توقاچ و منگال از این منطقه پیداش بیایه بله وار خور تا به چند دونه میبینیم که تست کنیم این تا توقعات منگال بیاد تا به دم آخوند صبح 200 تا تست میکنم نام خدا 200 دونه 200 دونه تست میکنم و پای نو هم تیار میکنم. خب شاگرد هم کنه داریم هم شاگرد هم نباشه انشالله تا عدل تو میخورم اولالا گفتم ما شاگرد از اینه اینا شوخی یک کنه. طرفی تخت تو بیدم همینجا گایم میان گوی که همین همسایه مانم او بیار شوروا بشم نه درسته نه بیاین شما یک دقیقه اینجا بیاین شما بیاین خب مانده نباشین زنده باشین. اول شما خوبه یارو خوشحالم بخیرین. سلام نگفتم تاشو نامه بشینیم کجا بشینم؟ خب. شما گنده شیشتین گناه منیه. نه حقیقت الاستی او بیار شوروا بشم نیم شما بله یا میتونه. روز چند نمیدم برای شما روز یک 30 روپیه میدم. خوبه دیگه پس گزاری زندگی میشه ان بله یا زیاد تمام. که مگر مجبور خوریسی رو خان دارم تیار کنه به 30 به شما خرجم بدن اینه خب مجبورم دیگه شاگرد او یاد میگیره کاکا بله همین یک چهاربیتی بخونی بله یک چهاربیتی یک چوربیتی بخونم آره چوربیتی یاد ندارم بله هر چی یاد داریم فیلمی بخونه. هر رقم خوندن بلدیم بخونیم دو دستایت ببردم روی سینه و گفتک نانجو این دست گینه و گفتک نانجو چیزی نگو تو جیگر سخته که میگفتی همینه یک بریم افتخار ماما شما بلدیم چهاربیتی نه والله. ربعی بلدیم کاکا بله یک ربعی اسب سیاه ای اسب سیاه من لجامش تو شوم سازات پسر من غلامش تو شوم خب تو زن بدی سیم بدی خب دیگه یاد ندارم دیگه رای دیگران تو. خب بیننده‌های عزیز خدا کنه که از این منطقه از این مکان امروز لذت برده باشیم وقت برنامه به کنار حجی ماما به پایان میرسه ناگزیریم با شما خداحافظی کنیم تا به فردا شب که کجا نصیب و قسمت باشه شما رو به الله پاک نازنین میسپاریم از شما خواهشمندیم که کانال زیبایی‌های افغانستان فراموش نکنیم همیشه حمایت کنیم ما به خدمت شما هستیم تشکر از شما خیر ببینیم لطف کردین که کانال زیبایی‌های افغانستان همیشه لایک میکنیم شیر میکنیم سابسکرایب میکنیم بسیار تشکر خدا نگهدار شما بخیر باشیم با عزت باشیم